ابراهیم یک فرزند داره، یک فرزند. الله تعالی بهش امر نکرده که عروسی بچه تو اسلامی بگیر. ما خیلی دین داریم نه؟ گاهی وقتا به بعضی خانواده ها میگیم حالا خدا معاف کنه، داماد راضی شده، عروس راضی شده، مادر عروس راضی نمیشه، پاش لب گوره، میگه نه من یک بچه بیشتر ندارم، من این یک بچه من میخوام نشنوم، یک رقصی تو جلسش نکنم. یک بچه داری، اون یک بچه هم باید با نافرمانی و شکستن امر الله به خانه بخت بفرستی؟ الله به تو نگفته بیبی هاجره باش و فرزند تو برای من ذبح کن؟ اگر الله این رو از تو میخواد چی کار میگردی؟ هر چی رو ذبح میکنم، هر چی رو فدا میکنم، هر چی رو قربان میکنم تا تو مال من باش. این پیام قربان بود که گذشت. او یک فرزند داشت، این یک فرزند رو میخواد فدای الله کنه براش. این مسئله حلاجی بود، کاملا مشخص بود باشه یه فرزند میخوام فدای الله کنم. امروز بعضی از خواهر و مادرای ما یه فرزند دارن، میخوان اون یک فرزند رو به شیوه فاطمه الزهرا و علی مرتضی عروسیشون رو بگیرن، براشون توجیه نداره. چی میگه اینا؟ یعنی چی؟ یک فرزند اونم اینطوری؟ یا الله، تو اگر مثل بیبی هاجره میبودی میخواستی فرزند برای الله فدا کنی با دست خودت،